خدا نکنه یه آدم عاشق ناامید بشه، یهو بعد سالها که برای یه نفر عاشقی کرده، با تمام وجودش برای یه نفر دویده، یهو به این نتیجه میرسه که دیگه عشقی وجود نداره و دیگه نمیتونه برای کسی صدشو بذاره، دیگه دایره اعتمادش به صفر میرسه. و دارک ترین قسمت ماجرا اینجاست که حتی با اون آدمی هم که یه زمانی عاشقش بوده دیگه نمیتونه کنار بیاد، دیگه دوستش نداره و دیگه کسی هم نمیتونه به جای اون بیاره. خدا نکنه یه عاشق ناامید بشه از عشقش، همه چی تموم باشه. هیچ چیز غم انگیزتر از این نیست که کسی رو دوست بداری با اون هیچ تلاشی برای نگه داشتن تو نکنی. خدا نکنه یه آدم عاشق ناامید بشه، یهو بعد سالها که برای یه نفر عاشقی کرده، با تمام وجودش برای یه نفر دویده، یهو به این نتیجه میرسه که دیگه